وزارت تحصیلات عالی و نهادهای جامعه مدنی افغانستان مراسم فاتحه خوانی را برای قربانیان حمله بر پوهنتون امریکایی افغانستان برگزار کردند. فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در این مراسم به رسانه‌ها گفت که هیچ عمل نمیتواند جوانان افغانستان را از تحصیل باز دارد. زمانی که یک انتحاری و یک عمل سیستماتیک و سازمان یافته تروریستی در اوج انجام پیدا میکنه، پیامدهای سخت روانی یعنی تحت تاثیر قرار دادن افکار عامه، افکار جوانان را در پی داره. اما بازم خدمت شما عرض میکنم که اراده مردم افغانستان برای تحصیل و برای دانش و برای بازنگه داشتن نهادهای علمی و اکادمیک، علیرغم که اینطور عملات دردآور انجام میتن، ارادهشان محکمتر است. در حمله بالای پوهنتون امریکایی افغانستان به شمول 2 دختر 17 تن کشته و بیش از 40 تن زخم برداشتند. از سوی هم مرتضی اسماعیل زاده و بشرمل عمرزی 2 تن از بازماندگان این قربانیان میگویند که حمله بالای نهاد تحصیلی یک عمل وحشیانه است و دولت باید آن را جداً پیگیری کند. و خواهر بسیار یک دختر زحمتکش، بسیار یک دختر تب تلاشی و با استعداد بود و ما از دولت میخوایم که عاملین این قضیه را به طور جدی پیگیری کنند. یک عمله وحشیانه است به خاطر که این مردم مسلمانی کار نمیکنه و کسی که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله خوانده باشه، سینه رحم داشته باشه، نه این کار میکنه. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان میگوید این حمله در آن سوی خط دیورند پلان گذاری شده است. الیاس سالی، رادیو آزادی، کابل.